وقت بخیر. صعود قله قلعه دختر رو داشتیم. امروز 25 مهر ماه 99 هستش. یادبودی برای دوست عزیزم مرتضی نادی که 10 روز پیش توی حادثه توی پل خواب جونش رو از دست داد. یادبود و لوحی رو روی قله قلعه دختر براش نصب میکنیم که یادش همیشه بین دوستان و کوهنوردان زنده باشه، که البته قطعا همیشه هست. امیدوارم که روحش شاد باشه. دوستان دارن آماده سازی میکنن اون پایه‌ای که واسه لوح هستش تا پرچ بشه این یادبود روی اون پایه. قله قلعه دختر ارتفاع 3180 متر. رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل. یادبود مرتضی نادی، مربی گرانقدر و با اخلاق خانه کوهنوردان تهران، از خانواده کوهنورد، مدرس و مربی رشته‌های کوهنوردی، سنگنوردی، غارنوردی، یخ و برف، نجات فنی و مسئول فنی هیئت مدیره باشگاه، گشایش کننده مسیر پایدار دیواره اللهبند فشم، عضو تیم ملی غارنوردی، عضو تیم بازگشایش کننده مسیر ایرانیان و بسیاری افتخارات بزرگ دیگر که همه را برای ما به جای گذاشت و به ابدیت پیوست. تولد بهار تیر ماه 1371، خزان مهر ماه 1399.